بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم محترم پدران و برادران اهل اسلام و اهل ایمان. الحمدلله که حمد، سپاس و ستایش اون خداوندی را که ما و شما را نعمت اسلام، نعمت ایمان، نعمت روز جمعه و عبادت روز جمعه بر همه ما و شما نصیب و روزی گردانید. و چهارمی این ماه یعنی روز شنبه، البته که ماهی پربرکات، ماه شریف رمضان، انشاءالله که خداوند نصیب و روزی کرده باشد، می درآید و با آمدن ماه شریف رمضان اولا همه شما را قوم‌های عزیز تبریک و تهنیت میگوییم و دعا میکنیم که خداوند جل جلاله اون ماه پربرکات، ماه شریف رمضان را به طاعت عبادت و به ختم قرآن و به نماز تراویح و به شب زنده‌داری گذراندنش خداوند به همه ما و شما نصیب روزی بگرداند یا ارحم الراحمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق الله العظیم. این آیه مبارکه از سوره بقره، خداوند جل جلاله در این آیه تذکر داد به همه بندگانش که یا ایها الذین آمنو، ای ذاتانی که ایمان آورده اید به یگانگی خدا، کتب علیکم الصیام، فرض گردانیده شد بر شما روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، همچنان که فرض گردانده شده بود بر امتهای پیش از شما. روزه در امتهای پیش از اسلام هم فرض بود، البته که در غیر رمضان، اما در امت اسلامی خداوند جل جلاله در ماه شریف رمضان یک ماه روزه گرفتن به همه ما و شما مسلمان ها، پیر جوان مرد زن، خداوند فرض گردانید. لعلکم تتقون، شاید که شما پرهیزگار باشید. در دوام آیت خداوند جل جلاله صراحتاً و آشکارا واضح ماه شریف رمضان را به اسم همون خواند و فرمود که استعذ بالله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ماه رمضان، ماه شریف رمضان ماهی است که انزل فیه القرآن، خداوند در این ماه شریف رمضان قرآن را از لوح المحفوظ به آسمان دنیا فرود آورد. انزل فیه القرآن للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظیم. خداوند در این آیت فرمود که ماه رمضانی که نازل کردیم در او قرآن را برای مردم و بینات و آشکار کردیم با دلیل حجت ها، من الهدى از هدایت، و فرقان که معنای فرقان جدا کردن الفرق بین الحق و الباطل، باطل از حق جدا کردن
این چی است؟ اسم فرقان است. فمن شهید منکم، کسی که از شما، خداوند میگوید ای بندگان من صحت باشین، سلامت باشین، در خانه هاتون مقیم باشین. فمن شهید منکم شهر، در ماه رمضان که آمد، فلیصمه، ماه شریف رمضان را روزه بدارد. و من کان مریضا او علی سفر، خداوند جل جلاله در دوام این آیت آسانی برای بنده هاش خواست. البته که همه در یک حال نیست، همه سالم نیست، همه مقیم نیست. پیش از سؤال ما خداوند جل جلاله جواب تیار کرد برای ما و شما که فمن کان منکم، بس شخصی که باشد از شما مریضن او علی سفرین، در بین شما کدام کسی که کسلمند باشد، بیمار باشد، روزه گرفتن با او اگر ضرر داشته باشد، یا طبیب با او بفهماند که اگر روزه بگیری کسلیت زیاد می شود، او علی سفرین، یا در حالت سفر باشد، در حالت سفر باشد، خداوند چی گفت؟ فعدت من ایام اخر. این خیل گروه ها میتونن که روزه خود را بخورن. فعدت من ایام اخر، در روزهای دیگر بعد رمضان اون روزهای خوردگی را قضاش بدارن. یرید الله بكم اليسر، خداوند جل جلاله همه وقت به شما آسانی میخواهد. اگر شما قدرت روزه گرفتن نداشته باشید، خدا آسانی به شما میخواهد روزه نگیر. اگر شما قدرت نماز خواندن نداشته باشین، خدا امر میکند که چی آسانی به ما و شما خواست که تو نشسته نماز بخوان. اگر نشسته هم نماز خواندن نتوانستی، چکار میکنی؟ که کج پهلو نماز میخوانی. اگر به پهلو هم که نتوانستی، پشت به سر بلند میکنن، پاها به طرف قبله دراز، به سر ایما اشاره کرده نماز میخوانی. خداوند به بنده آسانی میخواهد، سختی نمیخواهد. در حالتی که آب نباشد تیمم کرده نماز میخوانی، یا آب به سلامتی ضرر داشته باشد تیمم کرده نماز میخوانی، آبم کی باشد. یا در حالتی هست که خنکی سرد است که اگر طهارت یا غسل کنی تو را خنکی میزنه، بیمار میشه، در این حالت هم شریعت امر میکنه تیمم کرده نماز بخوان. یرید الله بكم اليسر، خدا همه وقت به شما ای بندگان آسانی و سبکی را میخواهد. ولا یرید بكم العسر، خدا به شما هرگیز مشقت و سختی را نمیخواهد.